سلام به همگی، خیلی خوش اومدید به پرشین رد آرمی. امیدوارم که حال همتون خوب باشه. هر چقدر داریم به آخر پنجره نقل و انتقالات نزدیکتر میشیم، داره تکلیف هدفهای نقل و انتقالاتی یونایتد مشخصتر میشه و ما هم به عنوان هوادار تکلیفمون مشخصتر میشه و میتونیم در مورد این پنجره نقل و انتقالاتی تصمیم بگیریم. بنجامین سسکو خیلی نزدیک شده به یونایتد، میخوایم در موردش صحبت کنیم. انتقال رزمس هویلند و دوناروما و همینطور آلخاندرو گارناچو چلسی که یه صحبت خیلی اساسی باید راجبش بکنیم که تو این آیتم قطعا صحبت خواهیم کرد. همینطور بازی رو به بورنموث هم یه ذره راجبش حرف خواهیم زد. پس اگه دوست دارید که این آیتم رو ببینید حتما همراه ما باشید. ولی قبل اینکه بریم سراغ آیتم، بچه‌ها لطفاً لایک کنید، نظراتتون رو بنویسید و حتما سابسکرایب بکنید اگه از این آیتم خوشتون اومد. بریم سراغ آیتم و ببینیم چه خبره. بنجامین سسکو بچه‌ها به یونایتد خیلی انگار داره نزدیک میشه و خبرهایی که اومده اخیراً من خیلی صبر کردم که یه ذره خبرها قوی تر بشه یا یه ذره پیشرفت کنه تا بتونیم یه ذره صحبت باحالتر و منطقی تر داشته باشیم سر این قضیه انتقال. خیلی داره نزدیک میشه. فابریزیو رومانو گفته که منچستر یونایتد آماده است، به لایپزیگ اطلاع داده که آماده است براش سسکو یا ششگو هر شما قدم خواهشن رو اسما ببین اینقدر حساسیت نداشته باشید. هر کی ببین مثلا این شاید به زبان محلی کشور خودش این ششگو باشه، خب ولی من کلا سعی میکنم اسما رو، چون معمولا از منابع انگلیسی و اخبار انگلیسی میبینم، چون اونا مثلا میگن ناخودآگاه تلفظ اسما به صورت اونایی که انگلیسی ها میگن میشه. حالا زبان بین المللی دنیا هم هست، انگلیسی بهش میگن سسکو. حالا شما میخوای بگی ششگو، حالا شما بگو، دمت گرم. ولی نه دلیل میشه که تو باسوادی، نه دلیل میشه که من بی سوادم که این اتفاقی این چیزا پیش میاد، این اشتباهات پیش میاد. اصلا اشتباه نیست، یعنی جفتش درسته. ولی حالا یونایتد به لایپزیگ گفته که آقا ما آماده ایم که یه بیدی بزنیم واسه سسکو، ببینیم تکلیفمون چیه با تو، اگه بازیکن قبول کنه که به ما اضافه بشه. از اون طرفم فکر کنم بازم خود رومانو بود که گفته بود که سسکو خیلی داره پروژه یونایتد رو به خصوص مد نظر قرار میده. بحث از جزئیات مالی و اینا نه اینکه گذشته باشه، آنچنان بحثی نیست. یونایتد بیشتر داره سعی میکنه پروژهش رو بفروشه به بنجامین سسکو، یه جوری مجابش کنه که به یونایتد بیاد. از اون طرف نیوکاسل هم اعلام کرده که هر چی بخوان میدن، لایپزیگ هر چی بخواد ما میدیم، علاوه مالی خود بازیکن هم هر چی بخواد ما بهش میدیم، فقط بازیکن باید ما رو انتخاب کنه. دلیلی که من دارم میگم که این قضیه به یونایتد داره جدی تر میشه، جدا از اینی که خب یونایتد دارن رومانو خبر رو زده، دیوید اورنستین هم البته خبر زده بود که البته اون خبر دیوید اورنستین یه ذره چیز بود، یه ذره تریکی بود، یه ذره یه حالی بود. گفته بود که یونایتد اولویتش رو سسکو میذاره. همه این تیکه رو دقت کردن. یه تیکه دومی داره که این خیلی اصلا به هم ریخت منو. اگر بخواد این تابستون مهاجم بخره، ببینید شما اگه دنبال کرد که حتما دنبال میکنید پیجای انگلیسی مثل رومانو و فلان و اینا، مثلا یارو میگه که به عنوان مثلا هدف فورواردش فلان بازیکن اولویت قرار میده، مثلا از کلمه از تو انگلیسی استفاده میکنه، نه ایف به معنی اگر. این ایف به معنی اگر که میاره یعنی اصلا ممکنه یونایتد نخره فوروارد. حالا این شاید احتمالش خیلی پایین باشه، ولی وقتی یه خبرنگاری مثل دیوید اورنستین که امسال به خصوص فکر کنم من رومانو خیلی دقیق ترم بود، مخصوصا واسه منچستر یونایتد، وقتی میگه اگر، یه ذره آدم شاخکاش تیز میشه که چرا اگر، مثلا چی دیدی تو رزمس هویلند که اگر، یا اصلا دیگه جدا از اون بکاپ هم که نداری، زیرکسی هم که یه جوری شماره 9 نیست، شماره هدف نیست. اون اگرش رو نفهمیدم، میخاطر میگم یه ذره تریکی و یه ذره یه عجیب غریب بود اون خبری که دیوید اورنستین کار کرد. در هر صورت بخوام بهتون بگم دلیل اینی که به نظرم این قضیه داره به قضیه بنجامین سسکو
پیچیده میشه و داره میره سمت منچستر یونایتد اینه که آقا ببینید 2 تا 4 تا دیگه باید بین خطوط هم واقعا بخونیم. دیل نیوکاسل آماده است روی میز. یعنی اگه قرار بود بنجامین سسکو بره نیوکاسل و نیوکاسل رو انتخاب کرده بود و اگه همه اینا شایعه بود و اما و اگر بود، خب انتخاب میکرد تمام میشد میرفت دیگه. ولی این قضیه اتفاق نیفتاده و این هی داره یه ذره طولانی میشه. این طولانی شدن این قضیه از یه نظری به نفع ماست. از نظر به نفع ماست. از چه نظر؟ از نظر اینکه بازیکن داره یونایتد رو خیلی اولویت قرار میده، چون با نیوکاسل که فکر کنم اوکیه دیگه. ببین چمپیونز لیگ که دارن، گفته پول هر چی بخوای بهت میدم، به باشگاهت هم هر چی بخوای پول میدم. این اصلا گفته هیچ مشکلی ندارم من با اومدن تو به تیمم، فقط تو بیا. ولی وقتی که این قضیه طولانی میشه و هی میگن بنجامین سسکو داره اسمش چیه، بنجامین سسکو داره فکر میکنه، داره تصمیم میگیره، به خاطر اون یه جورایی وسوسه منچستر یونایتد. منچستر یونایتدی که تو هیچ رقابت اروپایی امسال نیست و خیلی کارشو سخت کرده واسه بازیکنای مثلا تاپ تیر اروپایی به خدمت گرفتنشون. البته که امبو متوسکونیا رو آورده با این حال، ولی بنجامین سسکو یه ذره متفاوته، چون آرسنال از اول پنجره نقل و انتقالاتی دنبالش بود و فکر کنم خیلی هم بازیکن مشتاق بود که بره به آرسنال و از بعدش هم الان نیوکاسل هم تو چمپیونز لیگ هست و سخت میکنه این کارو واسه یونایتد. ولی وقتی طولانی داره میشه این قضیه، این نشون دهنده اینه که یونایتد داره یه کارایی میکنه. و اینم یادتون نره بچه‌ها، اینم یادتون نره که این آقای دیوال که اگه آیتم ما رو ندیدید با سیروس در مورد مدیریت و کادر مدیریتی یونایتد حتما ببینید. این آقا دوستمون آقای دیوال که الان تو کادر مدیریتی منچستر یونایتد، همون عزیزی بوده که این بنجامین سسکو رو کشفش کرده و اصلا اون وردتش تو لایپزیگ گروپ که حالا اول سالزبورگ بود، الان میگم لایپزیگ ردبول گروپ که اول سالزبورگ بود بعد الان اومده لایپزیگ. و خود ویوال هم مثل که خیلی مشتاقه که بنجامین سسکو جذب بشه. میدونید که اون یکی اولویت یونایتد، یعنی اون یکی آپشن یونایتد اگه نتونه اینو بگیره احتمالاً اولی واتکینز که به نظر من گزینه بهتریه. حالا یه سری اخبارم اومده که میگن خود آموری هم مد نظرش بیشتر اولی واتکینزه به خاطر تجربه بازی تو پریمیر لیگ و حاضر آماده بودنش. ولی خب بنجامین سسکو احتمال 90% آینده بهتری داره و هزینه‌ای که تو میکنی براش امکان داره از اولی واتکینز بیشتر باشه، ولی فایدهش هم از اولی واتکینز بیشتره، چون هم سن بیشتری از اولی واتکینز میتونه فوتبال بازی کنه تو باشگاه تو مدت زمان بیشتری منظورمه. و همینی که اگر خوب باشه و بگیره و حتی بخواد مثلا بره رئال مادرید یا مثلا تیمای دیگه، خب تو میتونی سود کنی از این دیل دیگه، چون خوب بوده به رئال لینک شده، رئال مثلا بازیکن میخواد فلان 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 این حرفا. پس لحاظ اقتصادی اگه نگاه بکنی بنجامین سسکو گزینه منطقی تر و گزینه بهتریه. یه اصطلاح انگلیسی هم هست، چی بود اصطلاحش؟ یادم میاد، خواستم بگم یادم رفت اصطلاحش، اصلا قسمت نیست. حالا نظر شخصی من همچنان رو اولی واتکینزه. من به نظرم اولی واتکینز گزینه بهتریه. پرایس آن ولیو. نظر شخصی من اولی واتکینز به خاطر تجربه بهتری که داره تو پریمیر لیگ. بازیکن البته سسکو خیلی فیزیکیه ولی خب میگم آداپتاس با پریمیر لیگ میشناسه. و همینطور بچه‌ها یه خواهشی ازتون دارم، من کامنت‌ها رو میخوندم، کامنت‌ها دو دسته بودیم بچه‌ها. یه سری‌ها میگفتن واتکینز بهتره، نظرشون با من یکی بود. یه سری‌ها میگفتن نه این بنجامین سسکو بهتره، اصلا تیم‌های بهتری اومدن سراغش، برید بازیشو نگاه کنید خیلی خوب بازی میکنه. هایلایتاشو هم تو اینستاگرام یه رفرش کنم، من اینستاگرامو 100 تا هایلایت بنجامین سسکو. ولی آمارو که نگاه بکنی، من نگاه کردم مقایسه کردم، تو فوتموب اوریج ریتینگ سسکو 7، اولی واتکینز 6 و 8. گلای اولی واتکینز بیشتره با اینکه تو پریمیر لیگ بازی کرده، پاس گلاش هم بیشتره با اینکه تو پریمیر لیگ بازی کرده، موقعیت سازیش هم بیشتره با اینکه تو پریمیر لیگ بازی کرده.
اون طرف هم در نظر بگیر که لایپزیگ آنچنان تیم ضعیف و مثلا به درد نخوره نیست تو لیگ آلمان که بگی با مثلا تیمش به درد نمیخوره. لایپزیگ جزو تیمای مثلا خوبه، خداییش جزو تیمای خیلی خوبیه، با اینکه خیلی تازه تأسیسه ولی تیم خیلی خوبیه. پس یه ذره احساس میکنم جو رسانه‌ای رو بنجامین سسکو زیاده، یعنی این جو رسانه‌ای است که داره خودش رو به اولی واتکینز برتری میده که آقا برو اینو بگیر. و من به نظرم به عنوان یه هوادار نباید اینقدر تحت تاثیر جو رسانه‌ای قرار بگیرم وقتی که یه بازیکن با اینی که تو لیگ معتبر آلمان داره بازی میکنه ولی 100% سطح کیفی بازی‌های لیگ آلمان به طور کلی از پریمیر لیگ پایین‌تره دیگه. یعنی فوتبال آلمان فوتبال جذاب‌تری رو تو معمولا می‌بینی، فوتبال پرگل‌تری رو می‌بینی، به خاطر همین فورواردها بیشتر گل میزنن، موقعیت گل بیشتر ساخته میشه. این خیلی قشنگه، مثلا خیلی فوتبال زیباییه، کاری به اون بحثش ندارم. ولی وقتی تو داری تو آلمان قرار نیست این بازیکن استفاده کنی که تو داری میاری تو پریمیر لیگی که اصلا جوش یه ذره متفاوته، سرعت بازی بسیار بالاتره، بسیار فیزیکی تره و رقیب‌ها و حریف‌ها و تیم‌ها هم جلوت قدرترن. به نظر من وقتی که تو یه گزینه‌ای داری که تو پریمیر لیگ آلردی جواب داده و آمار گل و پاس گل، موقعیت سازی همه چیشم از بنجامین سسکو بالاتره، فقط به خاطر اینی که این سنش کمتره ما می‌خوایم بریم سراغش و این اشتباهیه که حقیقتش رو بخوای ما زیاد انجام دادیم. و نمیخوام از الان منفی بافی کنم، چه اولی واتکینز بیاد چه بنجامین سسکو بیاد، هر کدومشون از اون بغلی که تو تلویزیون میبینید آقای رزمس هویلند فوروارد بهتره، یعنی هر کدوم بیان ما سود کردیم. بس سر سود بیشتر یا سود کمتره، بس سر اونه. به نظر من اولی واتکینز اومدنش سود بیشتریه، با اینی که ممکنه کوتاه مدت تر باشه، با اینکه ممکنه گزینه موقت باشه، 1 سال 2 سال باشه بعد بره ذخیره بشینه، شاید خودم بنجامین سسکو یا یه فوروارد دیگه بخوایم خریداری کنیم 2 فوروارد داشته باشیم که مثلا اولی واتکینز ذخیره باشه، نمیدونم اینا رو. ولی به نظر من اولی واتکینز بهتره. ولی میفهمم چرا بقیه هم میگن بنجامین سسکو، هم جو رسانه‌ای، هم بالاخره بازیکن خوبیه، بازیکنی که میگم به خیلی تیم‌ها لینک شده. پارسال آرسنال میخواستش، امسال آرسنال میخواستش، بعد الان نیوکاسلی که در به در دنبال فوروارده میخوادتش و بالاخره بازیکن های کوالیتی و پروفایل بالاییه. یعنی نمیتونی واقعا اینم بری بگیم چرا دارید میرید اینو میخرید این آشغال به درد نمیخوره. اصلا تو این بحثا و تو این لولا نیست بنجامین سسکو. ولی اون نظر شخصی من اینه که اولی واتکینز بهتره. حالا شما بچه‌ها حتما نظراتتون رو بنویسید، اگه نظرتون با من یکیه لایک هم بکنید که من بفهمم چند نفر نظرشون با من یکیه، مطمئن‌تر بشه. و یه مسئله دیگه که یه سری اومدن میگفتن که رزمس هویلند میتونه وارد این دیل بشه و کار رو راحت تر بکنه واسه یونایتد در لحاظ پرداخت، ولی فکر کنم این قضیه کلا پروندهش بسته شد. خود لایپزیگ هم خیلی علاقه داره که رزمس هویلند بگیره و فکر کنم خرید بسیار خوبی هم باشه واسه لایپزیگ رزمس هویلند. همینطوری که گفتم خب لیگ آلمان یه ذره دفاع شلتر میگیرن قضیه رو انگار، نه اینکه حالا اونجوری بگه نسبت به پریمیر لیگ دیگه یه ذره گل زدن توش آسون‌تره. حالا به طور کلی شاید تیم‌ها بیشتر حمله میکنن، حالا اصلا نمیخوام وارد بحث لیگ آلمان بشم. و همینطور لایپزیگ نشون داده پلتفرم خوبیه واسه بازیکن‌های جوون. یعنی شما بازیکنایی که از لایپزیگ اومدن بیرون اگه نگاه بکنی میبینی که بستر آماده است واسه اینکه پیشرفتت بدن و معمولا هم به جاهای خوبی میری از لایپزیگ. یعنی یا میری بایر مونیخ یا مثلا کناته میشی میای لیورپول، چه میدونم خیلی بستر آماده تا واسه رزمس هویلندی که واقعا 2 فصل نچندان خوب تو یونایتد داشته گزینه خوبیه. ولی به 2 دلیل الان من دارم بهتون میگم که این قضیه یه جورایی دیگه از بحث خارجه. یک که مهمتر از اون هم رزمس هویلند بعد بازی با بوردموس مصاحبه کرده با خبرنگارا و گفته که من میخوام تو یونایتد بمونم واسه جایگاه هم بجنگم و این قضیه جنگیدن واسه جایگاه بابا نخواستیم آقا بجنگید، ما باید چیکار کنیم شما بابا اگه جنگجو بودی که اصلا کارت به اینجا نمیکشید که قربون خوشگلیا.
آقا ما نخوایم شما بجنگید واسه هر کی رو ما میخوایم بفروشیم میگه میخوام واسه جایگاه هم بجنگم. آقا ما نمیخوایم تو بجنگی. اگه میخواستیم بجنگی نمیذاشتیم تو لیست فروش. ما الان حالا نه فقط این بنده خدا رزم سویلند، الان لوکشا من واسه جایگاه هم میخوام بجنگم، چه میدونم زیرکسی واسه جایگاه هم میخوام. آقا ما نخوایم شما بجنگین. شما جنگیدید واسه جایگاهتون 15ام جدول شدید دیگه غیر اینه مگه؟ آقا تو رزم سویلند تو جنگیدی کلا تو 2 فصل فکر کنم 20 تا 25 تا گل نزدی. خب پس اگه تا الان نمی جنگیدی که چیکار میکردی؟ اگه قراره که تا الان بجنگی چی قراره عوض بشه که تو مثلا میخوای بجنگی؟ حالا امیدوارم رو فور بیای آجی، همین فصل بعد 30 تا گلم بزنی ها، منم بیام بگم بابا عجب آدمی بودم من به تو حرف زدم. ولی من نمیبینم این قضیه رو، واقعا حقیقتا این قضیه رو من نمیبینم. ولی حالا جدا از اون قضیه، خود بازیکن گفته که من میخوام بجنگم واسه جایگاهم. از اون طرف خب یه سری خبرنگارا گفتن که یونایتد مشکلی نداره، نیازی به فروش رزم سویلند یا وارد کردنش به دیل نداره واسه اینکه بتونه با لایپزیگ وارد قرارداد بشه و مورد مذاکره بشه و با سسکو قرارداد امضا کنه. و همینطور هم یه خبرنگار اومد گفت که آقا اصلا انقدر جو ندین، یونایتد تا پایان فصل نقل و انتقالاتیه، یعنی پایان سال مالی 2025 2026 که میشه فکر کنم جون 2026 فرصت داره که این اختلاف تراز مالیش رو صفر کنه، حالا یا مثبت کنه یا هر چیزی. پس حتما یعنی ممکنه یونایتد الان اینو بگیره و تو ژانویه بخواد بازیکن بفروشه، یا تو ژانویه حتما یه کارایی بکنه و اون تراز مالیش رو صفر کنه. به خاطر همین خیلی هم یونایتد انگار مجبور نیست یا خودش رو نمیخواد مجبور نشون بده که حتما باید بازیکن بفروشیم ما تا بنجامین سسکو، با اینکه خبرها ضد و نقیض میاد، ولی عمل وقتی نگاه میکنی میبینی که الان رومانو یکی از موثق‌ترین خبرنگارا گفته آقا ما آماده ایم که بیایم وارد مذاکره بشیم، پس فکر پول نباش. به لایپزیگ گفته بازیکن قبول کنه ما میایم. و حس منم اینو میگه که بازیکن قبول میکنه. میگم حس من اینو میگه، چون اگه قرار بود که یونایتد رو توجه آنچنانی بهش نکنه، حداقل به خاطر نداشتن چمپیونز لیگ یا به خاطر جذاب نبودن پروژه یا به خاطر مربی، جو، حالا هر چیزی، نباید اصلا این قضیه اینقدر طول میکشید. یعنی مثلا شما فکر کن سسکویی نیوکاسل میخواد ارائه داده، یه تو مثلا یه چیز برنامه‌شو نوشته مثلا تحویل، شما داری مذاکره میکنی، میخونی، تحقیق میکنی، فلان میکنی، اون وسط میگه آقا یه چیز دیگه هم اومده، میگه کی؟ میگه یونایتد. میگه بابا ولش کن، اصلا من نمیخوام، مثلا خیلی داغونن، نمیخوام برم، چمپیونز لیگ ندارن، اصلا وارد صحبت من نشو. این قضیه اینجوری نبوده و چون طولانی هم داره میشه، اینم باید در نظر بگیریم که یونایتد معمولاً وارد دیل هایی نمیشه که احساس کنه توش برنده نمیاد بیرون. یعنی شما اگه فرانکی دیونگو بذاری کنار، بقیه دیلایی که یونایتد رفته سراغش رو به صورت جدی و موثق اومده ازشون بیرون، حالا مثلا شاید جیدن سانچو هم شما بگید، ولی جیدن سانچو سال بعدش گرفتش دیگه، حالا اون سال نگرفتش، سال بعدش گرفت. یعنی وقتی با اکثرا همه تیم‌ها الان اینجوریه، روند اینجوریه که اول با بازیکن به توافقات شخصی میرسن، بعد میرن سراغ باشگاه. ولی یونایتد حتی یه لول محتاط‌تر از این قضیه است. یعنی اگه احساس کنه که ممکن درصد شکستش بیشتر از درصد بردشه، اصلا وارد قضیه نمیشه. معمولا هم حالا جدا از این امسال که ما اتفاقا خیلی نیوکاسل هم داریم اذیت می‌کنیم تو پنجره‌های نقل و انتقالاتی، ماتوسکونیا رو می‌خواستن بگیرن ما گرفتیم، امبومبو رو می‌خواستن بگیرن ما گرفتیم، حالا بنجامین سسکو رو می‌خوام بگیرن، اونم یونایتد رفته سراغش. ولی معمولا ما سراغ بازیکن‌های رقابتی نمیرفتیم. حالا شاید زیر نظر اینیاس این قضیه تغییر پیدا کنه، عوض بشه، ولی معمولا سراغ بازیکن‌های رقابتی تو مارکت نمیرفتیم. و اگر این سیگنالو به لایپزیگ دادیم که آقا ما اوکییم که بیایم وارد مذاکره بشیم، احساس خود یونایتدی هم برای اینه که دست بالا رو دارن
نسبت به نیوکاسل. شاید به خاطر همین چیزی که من گفتم که چرا داره این قضیه اینقدر طول میکشه و حتما دلایل موثق‌تر دارن، چون دارن خود بازیکن و کمپش و ایجنتش و اینا به صورت مستقیم حرف میزنن. پس فکر کنم واسه بنجامین سسکو کافیه این قضیه. احتمال خیلی زیاد ما اونو میبینیم و من خیلی هم ببین من الان نظر خودم هم یه بار تکمیل کنم و بریم سراغ گزینه‌های دیگه. خیلی خوشحال میشم بنجامین سسکو بیاد، پاشم وامیستم گل خالی هم خراب کنه میگم فدا سرت، گلم بزنه خوشحالی میکنم. یعنی اینجوری نیست که من همین الان بخوام بگم چرا اینو خریدی اولید واتکینز، من اولید واتکینز می‌خواستم تو بعد اونو می‌خریدی. نه، خواهش میکنم شما هم اینجوری نباشین، سوگیری نداشته باشیم نسبت به بازیکنایی که میخوان بهمون اضافه بشن، با اینکه که خودم هم میگم به نظرم اولی واتکینز گزینه بهتری. در مورد رزمس هویلند هم صحبت کردیم. یه صحبتی دارم در مورد چلسی. واقعا خیلی بخوام لغت‌های درستی استفاده کنم، چون بالاخره باشگاه پرطرفداریه و من میدونم چند تا از هستن بچه‌هایی که ویور ما هستن و طرفدار چلسی ان، وقتی نمیخوام ناراحت بشن. یعنی خدا وکیلی داستان چیه؟ چرا میخوام این حرفو بزنم؟ چلسی نیکولاس جکسون رو 80 میلیون پوند روش ارزش گذاشت. گفت آقا اگه جکسون میخواد 80 میل باید به سلفه. خب حالا میگیم آقا مالشه، یه قیمتی گذاشته تو نخر، اوکی این حق چلسی دیگه. آقا یه بازی یک سرمایه داره میگه تو ما 80 میلیون هم. حالا اینش که به خودشون مربوطه. اومده میگه آقا نیکولاس جکسون 80 میلیون، آلخاندرو گارناچو 40 میلیون. خدا وکیلی علمیه، این منطقیه، این آدمیزادیه. چرا اصلا رو چه منطقی، رو چه حسابی؟ همینجوری عشقی که خب اگه عشقیه که گارناچو 500 تا نیکولاس جکسون 5 تا. اینم مثلا من بالاخره حرف تو یه کاری که میکنی قیمت گذاری میکنی، چون میخوای وارد دیل بشی، میخوای چه میدونم فلان دیگه، باید یه ذره منطقی باشی دیگه. من نمیگم گارناچو 40 میلیون بیشتره ها، نه گارناچو 40 میلیونه. دمت هم گرم، اوکی من قبول میکنم اونو. با مربی دعوا داره، تور پیشفصل نبوده، همش داره یا با سگ و گربه و زن و بچه و قایق و گیتار و آلبوم و شونه و خونه و مونه و با اینا همه عکس میگیره میذاره تو اینستاگرام، اصلا هیچ خبری از فوتبال نیست. فصل اصلا خوبی هم نداشته. 40 میلیون بازیکن جوون هم از هندونه دربسته، 40 میلیون دست پرش تازه. حالا نیکولاس جکسون هم حالا آنچنانی فکر نکنید آقای چلسی مثلا رونالدو نازاریویه واسه خودش، آلن شیرریه واسه خودش، تیری آنریه. دیدیم والا ما هم چش داریم دیگه. 50 سال پیش هم نیست، فوتبالا پخش میشه، 4K هم پخش میشه، از تو تلویزیون خیلی بهتر از استادیوم هم میتونی بفهمی چه خبره، چه بازیکنی داره چیکار میکنه. بازیکن 80 میلیونی ما ندیدیم. یعنی الان شما تو این پنجره نقل و انتقالاتی نگاه کن ببین با 80 میلیون کیا جابجا. آقا گیوکرشی که رومانو سوراخ کرده اینستاگرام ما رو باهاش، والا 60 میلیون 63 میلیون یورو فکر کنم، حالا یا پوند یادم نیست، میگم یورو رفته. 70 یا چند تا گل زده، 40-50 تا گل زده. حالا به درک که تو لیگ پرتغال. جکسون هم تو کنفرانس لیگ بود. حالا مثلا کنفرانس لیگ خیلی سطحش با لیگ پرتغال فرق میکنه، ولی پرتغال که جزو 5 تا تیم 5 تا لیگ معتبرم هست. یعنی 80 میلیون تا من نمیفهمم. یعنی مثلا چه تو جکسون رو میتونی 25-30 تا بدی، گارناچو رو میتونی 35-40 تا بخری. خدایش دارم منطقی نگاه میکنم به قضیه. حالا مثلا تو میگی جکسون فوروارد، چون فوروارد کمه، جوون، آینده داره فلان، اوکی تو مثلا 35 بگیر، گارناچو رو 35-40 بگیر. من یه پله گارناچو رو بالاتر از جکسون میبینم. شما بچه نظرتون رو برای من بنویسید. ولی به نظر من چیزی که من دیدم جکسون فوروارد 80 میلیونی نیست. بابا 80 میلیون بابا نوکرت هم رونالدو جابجا میشد توی باشگاه رئال مادرید. پول پوگبا که کاندید توپ طلا بود اومد از یووه اومد یونایتد. چه میدونم
خیلی خیلی اتفاقا با 80 میلیون پوند میفته که نیکولاس جکسون اصلا تو خوابش هم نمیبینه، یعنی اصلا وارد اون لیگا نمیشه. یعنی با مدال با لاک خلطگیر اسمشو مینویسن. آره گرت بیل مثلا رفت تاتنهام با این همین حدود داره. ببخشید گرت بیل رفت از تاتنهام به رئال. من اینو می‌خواستم بگم شما هم نظرتون رو بگی، شاید من دارم یه جایی رو اشتباه فکر میکنم، ولی اگه شما هم نظرتون رو برام بنویسید من واقعا بفهمم که آیا شما با من هم نظر هستید یا نه. یه ذره از پنجره نقل و انتقالاتی و بازیکن‌ها فاصله بگیریم. یونایتد با بورنموث بازی کرد، 4-1 هم برد. من حقیقتش رو بخواین نتونستم بازی رو ببینم، بازی با وستهم رو دیدم، اینو نتونستم ببینم. هایلایتاشو دیدم، نمیخوام رو هایلایت ها حرف بزنم که مثلا نظر قطعی بدم چون ندیدم به طور کامل بازی. و تنها چیزی که میتونم بگم اینه که پاتریک دورگوش فارغ از اینکه که گل زد، حالا پاس گلم داد جلو بورنموث، به نظرم پری سیزن خیلی موفقی رو داره پشت سر میذاره و خیلی داره منو امیدوار میکنه، خیلی امیدوارم داره میکنه، امیدوارم ناامیدم نکنه در ادامه فصل. ولی به نظرم یه تکونی خورده. مربی بورنموث هم ازش تعریف کرده بوده بعد بازی، از خود یونایتد هم تعریف کرده بوده و روبن آموریم اومده گفته که ببینید ما همون و واقعا هم همینجوری بوده، چون بازیکنای یه چیزی دیگه یادم اومد بعد این قضیه میگم، بازیکنایی که تازه اضافه شدن به تیم ماتئوس کونیا و امبومو اصلا بازی نکردن این بازی با بورنموث، ولی ما میریم 4-1 میبریم. روبن آموریم اومده موج سواری کرده، اون داره کره میگیره، میگه نه کنین ما همون تیم پارسالیم ولی بچه‌ها با هم مشترن و همون بازیکنان ولی انگار یه تیم متفاوتیم. این تا یه حدی میتونه درست باشه، ولی خدا وکیلی واسه هوادار یونایتد آموریم این حرفا رو نزن آجی. ما تو پری سیزن رئال رو بردیم، بارسا رو بردیم، بایرن رو بردیم، بعد رفتیم به سوانسی بازی اول فصل باختیم. واسه ما این حرفا ما دیدیم، ما همه جورش رو دیدیم. ما الان آودی کاپ پره تو باشگاهمون جام پیش فصل، ولی اومدیم تو فصل همون اولین بازی فصل رو باختیم یا مساوی کردیم، دومین بازی رو باختیم. یعنی اصلا به تیمای مثلا دو قوزی ها، به تیم آدمیزادی هم نه. و اینم خواستم بگم بهتون که به نتیجه فکر کنم خودتون البته میدونید نتیجه مهم نیست تو بازی پیش فصل اصلا، چه ببری چه ببازی. الان که خوبه خدا رو شکر الان بردیم، دارم اینو میگم که اگه باخته بودین میگفتن باختی داری مثلا که اهمیت میکنی مثلا باخت تیمتون. نه الان ما وستهم رو بردیم 2-1، اینا رو هم 4-1 بردیم و باز در حالت برنده دارم میگم نتیجه پیش‌فصل اصلا مهم نی. مربی‌ها دارن چیزهای مختلف رو تست میکنن، بازیکن‌ها اصلا زیاد سخت نمیگیرن به خودشون که مصدوم نشن، آب و هوا فرق کرده تو اون تور پیش‌فصل، اصلا روتین زندگی بازیکن‌ها فرق میکنه. ولی مهمتر از همه اینه که بازیکن جدی نمیگیره قضیه رو، به خاطر اینکه میخواد از خودش محافظت کنه که مصدوم نشه، مخصوصا بازیکن‌های اصلی تیم‌ها که مصدوم نشن فصل رو از دست بدن. و این البته واسه یونایتد هم هست، فقط واسه تیم‌های جلوی ما نیست. ولی خب وقتی تیم‌های جلوی ما صفر میگیرن ما بیشتر به مشکل میخوریم دیگه. قاعدتا ما تیم 14 15 جدولی خودت زیاد تاثیرگذار نیستی، تیم روبروته که تاثیرگذاره. پس زیاد چیز در واقعا اغراق نکنیم این قضیه رو. و نکته‌ای که من همچنان یک پترن حمله‌ای از یونایتد نمیبینم. این قضیه آقا ببینید من کی دارم بهتون میگم، من بعد بازی با وستهم گفتم، الانم دارم میگم، این یونایتد حالا ممکنه میگم با اضافه شدن بنجامین سسکو، امبومبو، ماتئوس کونیا و چه یه گلر رو شاید یه هافبک اگه بخوام خیلی رویایی نگاه بکنیم شاید این چیزی که من دارم میگم واسه فصل برطرف بشه. ولی تو این دوتا بازی پیش فصلی که من دیدم انرژی تیم بسیار خوب بوده
لحاظ پرسینگ تیمی، توپگیری از بالا، هماهنگی بازیکن‌ها بسیار عالی بوده. ولی بحث خلق موقعیت که میشه، این تیم پشت محوطه نمیدونه باید چیکار کنه، هر دفعه یه کاری میکنه. هیچ برنامه مشخصی، هیچ دستوری در مورد حمله کردن و موقعیت ساختن ندارن. اصلا میرسن پشت محوطه انگار گیجن، میگن خب حالا چیکار کنیم، حالا ببینیم کدوم خالیه، حالا ببینیم اینجوری. در صورتی که شما تیمای موفق‌تر رو که نگاه میکنی میدونن. حتی وستهم، من بازی با وستهم چون کامل دیدم، آقا وستهم قشنگ معلوم بود می‌خواست چیکار کنه. حالا ممکن بود نمیتونست اون کارو انجام بده ها، اوکی، من نمیگم 100% تو هر دفعه که توپ میاری باید موفق بشی موقعیت گل بسازی، نه، اوکی، یکم هم پیچیده باش، نذارم بفهمن میخوای چیکار بکنی، ولی یه دونه رو به ما نشون بده. آقا تو 3 بار یه کارو تکرار کن تو 90 دقیقه تو حمله، 3 بار یه پترن رو 3 بار تکرار کن، 3 بارش هم بزن تیر چراغ برق مثلا شهرکو بشکن. مهم نیست که گل میشه یا نمیشه، ولی یه چیزی به ما نشون بده که ما بدونیم تو میخوای چیکار کنی. چیزی که من فهمیدم، ما خیلی خوب توپو میگیریم، تمپوی پاسامون خیلی بالاتر شده، در لحاظ فیزیکی خیلی بهتر شدیم، و لحاظ روحی روانی به نظرم خیلی بهتر شدیم. اینا نکات مثبت، ما همش منفی گفته کنم. ولی بحث ساخت موقعیت، چانس کرییشن یا خلق موقعیت، من همچنان احساس میکنم مشکل داریم ما، و احساس میکنم با عقب روندن برونو از شماره 10 این مشکل تو پریمیر لیگ بیشتر هم به چشم خواهد اومد. حس منه، امیدوارم که غلط باشه این حسم. یه نکته دیگه من میخواستم بگم در مورد همین بازی. گیوکرش همین چند روز پیش با آرسنال رسمی شد، درسته؟ و با تاتنهام که بازی کرده دقیقه 70 اومد تو، 77 اینا فکر کنم، که حالا باختن هم از تاتنهام. مهم نیست، در مورد آرسنال هم دارم میگم، نه برای تاتنهام باید مهم باشه نه برای آرسنال. برای من جالبیش اینه که آقا چجوریه که این امبومبو الان حدود یه هفته 2 هفته اومده، 2 تا بازی پیش‌فصل ما انجام دادیم گذشته. حالا بازی اول میگفتی آقا دیر اضافه شده، علاوه بدنی، علاوه فیزیکی، چه جت لگ، هر چی که شما دلیل بتراشی، مثلا بازی نکرد. بازی دومی که بازی کنه دیگه، آقا ما ببینیم این چه جوریه. معلوم نیست، یه سری میگن معصومیت جزئی داره، یه سری میگن نه میخوان ازش مراقبت کنن، یه سری میگن لازم هنوز با تاکتیکای تیم آمادگی نداره، یه سری میگن لازم بدنی به اون لول نرسیده. حرف دقیقی که یونایتدی جماعت در نمیاد از مدیر عامل و کادرش و اینا. ولی مثلا متاسکونی آقا بازی قبلی بازی کردی، بازی ازش محافظت می‌کنی مصدوم نشه، خسته نشه، چه میدونم فلان بشه بیسانش، دمت هم گرم. ولی آقا یه 10 دقیقه بیارش تو دیگه، ببینیم یارو چی کار است. چند مرد حلاجه با پیرن قرمز، پیرن خودمون. اینم در مورد اینم اگه نظری دارید برام بنویسین، خیلی باید بهم نظر بدید خدا وکیل. جدا از ریشم، جدا از ریش، جدا از صورت، سن و سال، جدا از اینا، لطفا در مورد این چیزایی هم که گفتیم نظر، خیلی خوشحال میشم نظراتتون رو در مورد ریش و سیبیل و جام اینا ببینم. خودش یه سری‌ها میگفتن خیلی بانمک بود، پسر کامنت گذاشته بود میگفتش که تو با ریشاتو زدی باید بری طرفدار من سیتی شی، یعنی مثلا خیلی کوچولو شدی، سنت پایین شده، مثلا بچه سنی، تو به یونایتدی نمیخوری. ولی حالا اونها که شوخیه. چه فارغ از اونا رو بذاری نظرات خودتون، تحلیلای خودتون هم بنویسید که بخونیم. شاید من دارم جای اشتباه میکنم، شاید اصلا بحث اشتباه و درسته نیست، شاید من اصلا غفلت کردم نفهمیدم، متوجه بهش نکردم. شما میتونید متوجه کنید و اینجوری کیفیت برنامه‌مون حداقل سعی میکنیم که بهتر بشه و بیشتر بشه. نکته آخرمونم آقای دولاروماه، یکی از بهترین گلرهای حال حاضر جهان. خیلی دارن هایپش میکنن واسه یونایتد، من اصلا نمیبینم دوناروما یونایتد بیاد، اصلا نمیدونم چرا، اصلا آفه دوناروما یونایتد آفه. تلگراف گفته مذاکرات شروع شده، تلگراف واسه خودش گفته. به نظر من اصلا من نمیدونم، من حس میکنم، حسی ها همش هم درست در میاد، ممکن اشتباه دارم، ولی
معمولا این حسه بیخواد یه بازیکن یونایتد واسش بره سراغش، فکر کنم همتون هم اینجوری یه حسی میگیرید که آقا باشگاه جدیه سر اینا، این شوخی ندارن. مثلا این خبره احتمال اینی که درست باشه بیشتر از اینی که غلط باشه. اولش که هنوز اورستین یا رومانو حرف آنچنانی نزدن و موضع پاریس سن ژرمن اینه که اول گلری که میخوایم بیاریم و باهاش چیز میکنیم، رسمی میکنیم و همه کاراشو میکنیم، بعد به فکر فروش دوناروما میافتیم. این کاریه که معمولا پاریس میکنه دیگه. با اوگارته و ژائو نویس هم همین کاره که ژائو نویس رو خرید بعد گفت حالا بیا اوگارته رو بخر. و از اون طرف سیتی دیگه فکر نکنم بره واسه دوناروما، چون ترافورد رو گرفتن، بازیکن سابق خودشون. بعد من احساس میکنم میره چلسی. یعنی همون حسی که میگه بازیکن یونایتد نیست، همون حس میگه داد میزنه که این میره چلسی. چلسی که اوایل پنجره سعی کرد مایک ماگنان رو بگیره ولی نشد، با میلان به توافق نرسید. 18-8 میلیون میخواست بده، میلان گفت 25 تا، این گفت 8 تا. اصلا چلسی یه واحد پول دیگه ای داره فکر کنم. مثلا ماگنان 8 میلیون، حالا بعدش فکر کنم یه اضافهش هم کرد 15 میلیون. بعد نیکولاس جکسون 80 میلیون. خب خیلی جالبه واقعا. باید یه کورس تحقیقاتی بذاریم، واحد پولی که چلسی باش قیمت گذاری میکنه بازیکن‌ها رو بفهمیم. یعنی تاد بولی فکر کنم دلار و اینا، دلار و یورو و پوند و اینا زیاد کارشو راه نمیندازه دیگه. فکر کنم احساس میکنم یه پول جدید میکنه. احتمال این که دوناروما بالا به تیمای عربستانی هم بره هست، از اون جایی که لقبش دلاروماه و به خاطر پول حتی به باشگاهی که هرچی الان داره و نداره از اونه که میلانه خیانت میکنه و میره بدون اینی که بی قرو پوله با دست باشگاه رو بگیره. احتمال داره بره سعودی. امیدوارم فقط نره، چون من بعید بدونم آسیا دوناروما لازم داشته باشه. تو آسیا حاجی سید حسین حسینی هم باشی با نهایت احترام کارو راه میندازی. 48 تا سیو که بیشتری سیو کرده بود فکر کنم تو لیگ قهرمانان آسیا. در نصفش عوض شده، جنگول منگولیاش زیاد شده. یه دونه لیگ چون الیت داره، یه دونه چون سوپر الیت داره، یه دونه من نمیدونم رو زیاد دنبال نکردم ببخش. ولی دوناروما لازم داشته باشی تو مثلا خاورمیانه که هیچی، تو کل آسیا با سید حسین حسینی و با چه میدونم علی الحسبی و با اینا کار راه میفته. امیدوارم که نره، چون کیفیتی که از اروپا داره خارج میشه و میتونه دوناروما به نظرم توی چلسی یا مخصوصا یونایتد که حاجی بد جوری گلر میخوایم بچه، اوضاعمون خیلی خیته، خیلی اوضاع خیته. بازی با همین برنو تام هیتون به خدا از اونانا بهتر بود، به والله اونانا، یعنی تام هیتون از اونانا بهتر بود، جدی دارم بهتون میگم. و امیدوارم که دوناروما بیاد و شما تو اون آیتمی که ما میخوایم بگیم هیر وی گو شد دوناروما بگید دیدی گفتی نمیاد، حس کردی فلان بسار هر و کرکر، بخندیم با هم. من حاضرم دوناروما بیاد ما با هم بخندیم، یعنی شما به من بخندیم، من به شما بخندیم، همه با هم بخندیم، به هم بخندیم، با هم بخندیم، هر کار میخوایم بکنیم بیاد. فقط من اونانا رو نبینم تو گل. فکر نکنم دیگه چیزی زیادی از دنیا بخوام، سلامتی هم میخوام. بعد دیگه همین دیگه فکر کنم کافی بود. بچه‌ها پکیج نقل و انتقالاتی یونایتد خیلی داره شکل میگیره و منتظر اخبار جدید باشید. حتما اگر ویدیو رو دوست داشتید تا الان لایک نکردید لایک کنید، اگه دوست داشتید باز هم از این ویدیوها ببینید سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید. چیزی تا شروع فصل باقی نمونده. یادتون باشه که ما تمام اخبار حواشی بازی منچستر یونایتد رو پوشش خواهیم داد. دمتونم گرم. تا یه آیتم دیگه که ایشالله رسمی شدن بنجامین سسکوه میبینمتون. خداحافظ.